یا نه بیا نزدیک. اگه نشله قیمتشو $1,000,000 میکنه. برو داش. برو. برو. ببینم چی شد. بیا اینجا ببینیم. آقا کامل از خفنه. عینک خیلی معروف که خیلی فرستادید. گفتید بگیر تستون. اینجا گرفتم و اینجاست. یک کیف مخملی داره و این هم خود کار. اینه. چطوره؟ خوبه؟ این از این. خب این تستی که مثل ویدیو بود. ببینیم تا چقدر ما کنیم تا اینجا. حالا من میارم. بیا این بهتر. نگاه اینجوری خمش میکنم. بعد دیگه چی؟ اینجوری بود. به این نه. کامل باز میشه. مثلا دوباره اینجوری میشه. کامل. بعد برمیگردم. اما باید یکم شل میشه اگه خیلی نه اینجوری میشه. خب رفقا اینو میخوام بذارم رو چرخ عقب اینجا. بگید برو. خوبه. خب ببین روش خط و خشی هم نیفتاد. نه الان خوب شد. چطوره؟ این هم از تست ماشین سنگینش. خب این عینک رو تست کردیم و به نظر من ارزش خرید داره و من میتونم به این طلایی بدم. پس پیشنهاد میکنم که بخریدش. اینجوری